ولا يستعير كتابا مع امکان شرائه او اجارته. کتاب رو به اعاره نگیرد مادامی که امکان خریدن یا اینکه اجاره گرفتن دارد. اعاره این بی پول از یک کس طلب کردن. میرید به نزد یک آدمی کتابدار، میگوید که کتابتان رو به من یعنی داده استید، من خوانده برایم، با شما برمیگردانم. این یه نوعی ذلت، یه نوعی احتیاج هست. مادامی که امکانی خریدن هست یا امکانی اجاره به پول، اجاره به پول شما در اینجا هیچ گپی ندارد. میرید او سوداگر است، به فروش گذاشت از کتابش به اجاره مانده است، به مدت یک هفته یک کتابی مثلا 3 جلده یا 2 جلده اجاره میگیرید، آورده خوانده با بروده میدهید، مبلغش میتید. مبلغش البته کم است، مبلغ اجاره است، مبلغ خریدن، ولی شما محتاج کس نیستید. به عوض اجارتون حق دادید، شما سربلند هستید. یعنی گفتن که مادامی که به خریدن یا اجاره مبلغ داشته باشد به اعاره نگیرد، بی پول نگیرد. گفتم برای چی؟ برای آنکه اصلا آدمی که کتاب جمع کرده است نمیخواهد که یک کسی دیگر کتابش آمده طلب کند. لیکن طلب کند وظیفه دار است که دهد. برای آنکه بعضی علما میگن که ندادن کتاب به آدمی محتاج این مثل من کردن علم است، مثل پنهان کردن علم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کسی که علم داشته باشد، مراد علم شرعی، سپس آن علم را از مردم پنهان کند، نگوید به مردم. این مانند کسب دنیا نه که هنر را تعلیم نمیدهند که نان مرا نیمته میکنی، گفته همه نازکی های هنر را به شاگردان تعلیم نمیدهد تا اینکه رفته دوکانی نو نکشاید، نانی استا را نیمته نکند. علم شریعت این خیلی نیست. علم شریعت را اگر کسی به خاطر دنیا، به خاطر غرضی از غرضهای دنیوی، آبرو، منصب، پول، مال، شرف، برای هر چیزی دنیا، اگر علم دینی را با همین خاطر یا با مقصد جدال، با مقصد بحث و مناظره با دیگرها، سپس دیگرها را با علمت کردن، آنها را مغلوب کردن و خود غالب برآمدن، با این مقصدها کسی اگر علم شریعت را آموزد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه لم یره رائحة الجنه، بوی جنت را نمی بیند، نمی چشد. حالا که بوی جنت از مسافه 40 ساله در بعض حدیث ها از مسافه کدا و کدا فلان سالها می بیاید به من شما. یعنی حالا به جنت نارسیده بوی بهشت می آید، بوش بسیار خوشبوی و قوتی بویش عظیم هست که حالا به بهشت نارسیده بوی بهشت می بیاید. بوی بهشت را نمی بیند، یعنی به بهشت نزدیکی نمی کند آن آدمی که علم شریعت را با مقصد دنیا آموخته است. نسأل الله السلامت و العافیه. بعد اینکه علم آموختید، شما صاف نیست اگرچه نیتتان خالص باشد، شما باید عمل کنید، در مشقت‌های راهی طلب علم صبر کنید، وقتی که مردم میپرسد جواب دهید. از جمله اگر کتاب پرسیده بیاید، یک طالب علم گوید که این کتابتان برای من به مدت 1 هفته، 1 روز، 2 روز کتاب را دهید، گوید باید عالم یا طالب علم کتابش را دهد. اگر ندهد گناهکار میشد، مگرم عذر، یعنی برای ندادنش در پیش الله تعالی جواب داشته باشد. روز قیامت الله تعالی میپرسد برای چی فلانی کتاب پرسیده آمد تو ندادی؟ جواب باید آماده کرده باشد، جواب درست. در این حالت بله، مثلا یک آدم از یک عالم یا طالب علم آمده کتاب میپرسیده است به اعاره، سپس آن طالب علم یا آن عالم یک طبق کلام دادیان در بالاش کتابی طلب کردگیش. بعد آن آدم گفته است که
طبق برای چی؟ گفتیم که طبق برای طعام خوردن، کتاب برای خواندن. گفتیم یعنی سابقا پیشتر این آدم کتاب میگرفته از وقتی که کتاب بر میگردند، وقتی که این آدم کتاب میکشه در داخل کتاب دانه های برنج، نان معده یک چنین میافته است. این دلالت می‌کند که اون آدم در بالای کتاب یگان چی طعام تناول میکرده است. کتاب روغنین میشد، کتاب افلاس میشد. بنابراین یعنی اصلا آدم نمیخواهد کتابش به یک از خاصه یا آدمی که کتاب خود را تازه آزاده نگاه می‌دارد. کتاب برای عالم و برای طالب علم این یعنی آلت علم است. این چیزی که حتی میگن که لنا جلساء، اینا هم نشست های ما هست. میگن یه هم نشست است که لا یمل حدیثهم، با اینها صحبت کردن، با اینها نشستن آدم ملال نمییابد. برای چی؟ برای اون که هم نشست شما کی هست؟ هم نشست شما امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفه، امام مالک، شیخ الاسلام، حافظ ابن حجر، یعنی شخصیت هایی که همراهی آنها شما وقتی که کتاب های آنها را مطالعه میکنید شما هم نشست بزرگان هستید. بنابراین کتاب بسیار قدر عظیم دارد در نزد اهل علم. یعنی خوب است که انسان کتاب را اعاره نگیرد مادامی که امکانیت خریدن دارد یا امکانیت اجاره گرفتن دارد. گفتن این یکی از آداب های طالب علم است. بعد از آن دیگر آداب رو بیان کرده گفته که وینبغی للمستعیر ان یشکر للمعیر ذلك و یجزیه خیرا ولو بالدعاء. و لازم است برای اعاره گیرنده اینکه به اعاره ده، یعنی به آن آدمی که کتاب داده است شکر گوید، تشکری گوید، یگان مکافات دهد برای کتاب دادگیش، ولو بالدعا، اگر چی با دعا باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکی من احسن الیه فقال لفاعله جزاك الله خیرا فقد ابلغ فی الثناء. کسی به شما نیکی کند، کسی برایش نیکی کرده شود، سپس به نیکی کننده در جواب نیکیش بگوید که جزاک الله خیرا، الله تعالی برای تو مکافات نیک دهد به عوض این عملی که نیکی که برای ما کردی. فقط ابلغ فی الثناء، در حقیقت در ثنای و ستایش مبالغه کرده است. یعنی این بهترین دعا هست، جزاک الله خیرا. این دعا رو پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم دادن. یعنی واقعا خوب است که انسان وقتی یک کتاب یک آدم میگیرد، یک روز دو روز یک هفته میخواند، وقتی آورده میدهد جزاک الله خیرا گوید، دعا کند.